وقت بچم من آدمی 83 ساله همه وقت در حق دولت و حکومت من دعا میکنم دعا میکنم و کامپیوتر پیشتر میگفتن که اسب یافتم داشت یافتم اسب منی همون محله که ما بچه بودیم الوس میکردیم بچم ما نمیفتیم بخوریم گوشت و تاشته بودیم پا پر انا که با نگاه که با کلا روز رسیدیم دیگه پا پر موندیم بچم اینا با پا پر ما هزار بار شکرانه اصلاحیات میکنیم ایام رحمان میکنیم که ما به این روز رسیدیم. جوانترین بابا، زیباترین بابا، پرهنرترین بابا رو وا خوردیم ناگه در این انجمن و هیچ حقوق نداشتیم که روزن رازش را باز نسازیم و حکمت هنرش را در نیابیم. من بچه استادایی اینایی فیض‌آباد 83 ساله همین 83 سال عمر من با همین گذشتگی با چوب با همین تاقتوشی من این تیابردبار 5 بار و دنخه سرد همین توقع قطعی گشتم 5 بار تیابردبار نه این همین توقع قطعی صورتمو با یک آدم جنگاور دیگر داشتیم فقط این در موزه و دنخه سرد صورت من قطعی صورت همون رئیس با اومد رئیسی انا که بچم ما ای سال 47 پس ای وفات پدرم من کسب میکنم فقط خدمت مردم برای مردم خدمت اینجا با یک شعر هست که هنرمنده که با تمیز است در بین خلق عزیز است من همین 83 سال وقت 10 سال شده پاتم که هنر نمیکنم در همین 70 سال عمرم تمام من اینمی یک بهترین آدم مخم میشمارم در فیض‌آباد که مرا همه احترام میکنن سال 80 همون المپیاد 80 رفتیم پارک گورک مسکو در همون ویدیو استم رستمی عبدالرحیم تعریف کردم همین دو تورچه در دستم بود ما پدرکش کردم رستمی عبدالرحیم وقتی دکتر می نواخت مرا چی بهم داد اوستا ما در حصار تا مغزار تا قراتقین دکترش مخش میکنم در این طور تو نمیره مرا همه قبل هم داد توقع رو کجا آورده؟ این توقع را برای ویش تفکر نمیشه که این روز طرف ناحیه فیض‌آباد اندلی بوده ما را گفتن که شما میره نمایش ده ما همین توقع وقت کردم که با همین 80 ساله که من در نوار که مرا میگیرن من تماشا میکنن با مرا آدما بلگی که ریبت دم خیلی آدما بینم من